شما با ما میفهماندید که چطور جدول زندگی خودمون رو ترتیب دهید و جدول زندگی خودتون رو چطور ترتیب دادید. بهترین برای که من شما بفهمونم باید که من شما دو تا خلاصه کنیم. یکم من شما میدونیم که آدم 1000 سال زندگی کردن نمیتونه. من شما میدونیم که آدم 50 سال 70 سال 100 سال زندگی دارد. درست میدونیم بسیاری ها 50 تا 70 تا 80 ساله. همین نقشه کردن در کار، جدول ساختنتون در کار. من به حیاتم به چی یاردم کرد؟ وقتی که من صنف 7 میخوندم پیش استادم رفتم، استاد من گفتن که تو در این دنیا به حد بسیار دیگرگونی کردن نمیتونی، نه که حیات خودت با مضمون کردن، حیات خودت بای کردن، شیرین کردن به قدرتت میرسد. من اومدم خانه خودم اومدم، هم تو نگاه کنم در خانه من هر خیلی صورتای اکتورا بود، هم تو نگاه کنم در خانه من کتاب‌ها بود. برمی خلاصه کنم که خانه من که است، این خانه به من همون چیزی که دلکشی من است هوای آوردگی. از این برمیاد که همه حیات منم در همون حیات منم میتونم که همون چیزی که من میخوام هوای سازم. چه خیلی که می خانه خودم به همون خیلی آرا دادگی، چه خیلی که من معقول هست. من خلاصه کردم که نقشه میکشم تا 100 ساله. من نقشه کشیدم. یکمین کاری که من کردم، من نوشتم که ایدئال کارتین моей жизни. این چی گفته؟ حیات همون زندگی که من آرزو دارم. من نوشتم همون زندگی که من آرزو میکنم. بعد نوشتم که چی چیزها میخوام که حیات من باشه.